خدای نکرده مرتکب گناه نشم. گذاشتم تو یخچال و زنگ زدم قم. یه حاج آقایی جواب منو داد و گفتم که حاج آقا من نمیخوام مرتکب گناه بشم، یکم نرگسی دارم تو یخچال، یکم هم میرزا قاسمی میخوام بذارم تو یخچال، اینا رو تو طبقه. گفتش که تو یه طبقه نذار، یا طبقه بالا بذار یا طبقه پایین، جدا از هم. گفتم آخه طبقه ها همه پره، مجبورم بذارم تو همین طبقه و نمیخوام خدای نکرده باعث گناه بشم. گفت اشکالی نداره بذار تو همون طبقه، ولی در یخچال رو باز بذار. بعد من خواستم اینو به اطلاعتون برسونم که شما هم یه وقت مرتکب گناه نشید و مواظب باشید نرگسی و میرزا قاسمی رو بغل هم نذارید. ممنون.